کپریکورن 10مین نشان از دایره زودیاکه که عنصرش خاک، کاردیناله و دارای انرژی زنان است. سیاره حاکم بر کپریکورن ساترنه و شعار کپریکورن اینه: من ساختاربندی میکنم. کپریکورن ها آدمای پرتلاش و هدفمندی هن و کار و هدفشون نسبت به همه چیز در اولویت قرار داره و زمانی که بخوان کار رو انجام بدن تا به اتمام نرسوننش به چیز دیگه فکر نمی کنن و دنبال تفریح و خوشگذرونی نمیرن. اونو همیشه یه هدف مهمی برای خودشون دارن که اون رو با جدیت و با تلاش مثل یک کپریکورن دنبال میکنن تا به قله موفقیت برسن. اگه تو فرکانس پایین قرار بگیرن خیلی کنترلگر، لجباز و بدبین میشن و کسی رو نمیبخشن. همچنین اونا خیلی دوست دارن که دیگران رو سرزنش کنن و همین سرزنشگری و بدبینی کپریکورن ها باعث میشه که به افسردگی و بیماری‌های روحی مبتلا بشن. اونها توی فرکانس پایین ممکنه برای رسیدن به موفقیت دیگران رو فریب بدن و از دیگران استفاده یا به عبارتی بگیم سوء استفاده کنن. کپریکورن‌ها سعی میکنن برای کاراشون همیشه برنامه‌ریزی داشته باشن و اون رو از ابعاد مختلف میسنجن که اگه از یک راه موفق نشدن از راه دیگه بتونن به هدفشون برسن. اونا به خاطر داشتن عنصر خاک خیلی خانواده دوست و مهربونن و همینطور به خاطر اینکه ساترن بر کپریکورن حاکمیت میکنه خیلی جدی و سختگیر میشن و انعطاف پذیر نیستن و دوست دارن دیگران رو کنترل کنن. آدمای حسابگر، رهبر، هدفمند، منطقی و منظمن و خیلی مسئولیت پذیرن. با آداب و رسوم جدید میونه‌ای ندارن و بیشتر سنتی هستن. کپریکورن‌ها خیلی آینده نگرن و توی زندگی مشترک دنبال رابطه عاشقانه نیستن و بیشتر دوست دارن که زندگی انسجام و تداوم داشته باشه. اونا شاید به نظر تنبل بیان اما مدام در حال برنامه‌ریزی هستن برای اینکه به هدفشون برسن و طوری حرکت کنن که سر نخورن و موفق بشن. دوستان خیلی کمی دارن ولی دوستانشون با کیفیت و خوب هستش. کپریکورن ها بیشتر از سنشون میفهمن و دنبال تایید دیگران هستن و حرف دیگران براشون خیلی مهمه. اونا قدرت رو هم دوست دارن و از اینکه با افراد قدرتمند در ارتباط باشن خیلی خوشحال میشن. اگه اشتباهی مرتکب بشن به راحتی اعتراف میکنن، برعکس کماندارها. کپریکورن ها کلاً آدمای سرد و خشکی هستن اما بازم باید توجه داشته باشید بچه‌ها که سیاره حاکمش که ساترنه تو چه نشانی قرار داره. مثلا اگه توی یک نشان با عنصر آتش باشه این سردی و خشکی یه کمی کمتر میشه. مشاغل مناسب یک کپریکورن از اونجایی که کپریکورن آدمای بسیار با مسئولیت و جدی هستن و کارها رو به بهترین شکل پیش میبرن، به خاطر همین تو امور مالی و بانکداری و امور مدیریتی و حسابداری میتونن موفق باشن و به خاطر قوانین و برنامه‌ریزی ها و دیسیپلین های خاصی که دارن و اینکه آدمایی هستن با وجدان کاری بالا میتونن پرستارای خوبی باشن اما مهر و محبت یه عقرب رو توی این کار ندارن، فقط کارها رو با دقت انجام میدن. همینطور میتونن به عنوان یک کارآفرین و یا کسی که توی کارهای حقوقی فعالیت داره موفق باشن. بیماری هایی که یک کپریکورن میتونه مستعدش باشه به دلیل اینکه کپریکورن حاکم استخوان ها هستش میتونن مستعد بیماری های مربوط به غضروف ها، زانو و کشکک زانو و مفاصل اون باشن. همینطور ممکنه مبتلا به بیماری های پوستی هم بشن. عادات غذایی کپریکورن ها این هستش که عاشق غذاهای خونگی و سنتی هن و این غذاها رو به غذاهای بیرون از خونه ترجیح میدن.
اونا زمان زیادی رو صرف آماده سازی مواد اولیه غذا مثل خرد کردن گوشت یا خرد کردن سبزی میکنن و اصلا این کارا براشون خسته کننده نیست و اونا رو آزار نمیده. کپریکورن خیلی خوشخوراکن و غذا خوردن توی یک فضای آروم رو ترجیح میدن. برای جذب کپریکورن چه کار کنید؟ توی اولین دیدار و برخورد اول بچه‌ها لباستون شیک و رسمی باشه و با احترام صحبت کنید. فکر نکنید که اگر همون جلسه اول راحت و خودمونی رفتار کنید میتونید یک کپریکورنی رو جذب خودتون کنید. باید خیلی جذاب رفتار کنید و اونها خیلی محافظه‌کار هستن و خیلی سریع با شما وارد رابطه نمیشن. کپریکورنا از اینکه بدونن از طریق شما میتونن به جایگاه بالای اجتماعی برسن به شما جذب میشن، چرا که اونا عاشق قدرت هستن و از برنامه‌های آینده‌تون برای اونا صحبت کنین و نشون بدید که آدمی هدفمند هستین و برای زندگی و آینده برنامه‌ریزی دارین و آدم مسئولیت پذیری هستین. یه زن کپریکورنی وقتی احساس کنه که یک مرد موفق شده که اونو شکار کنه احساس قدرت میکنه و از این موضوع لذت میبره. نقاط قوت یک کپریکورن میتونه خردمندی، قابل احترام بودن، عمیق و متفکر بودنش، مطمئن بودنش، قابل اعتماد بودنش، منضبط و عملگرا و بلند پروازیشو بگیم. و نقاط ضعف اون این هستش که گاهی حسادت میکنه، ممکنه حسادت کنه، خودخواه بشه، حس بخشش نداشته باشه، سرزنشگر باشه، عصبی و خودخواه باشه و تو فرکانس پایین غرق در غم و همین موضوع باعث میشه که مستعد افسردگی باشه. 11مین نشان از دایره زودیاک آکواریوسه. آکواریوس یه نشانه با عنصر هوا، ثابت و دارای انرژی مردانه. سیاره حاکم بر آکواریوس اورانوس هستش و شعار آکواریوس اینه: من میدانم. حاکم قدیم آکواریوس ساترن بوده، اما بعد از اینکه اورانوس کشف شد اون رو حاکم آکواریوس دونستن. به همین خاطر ما توی تفسیر چارت بیشتر از اورانوس استفاده میکنیم. آکواریوس ها همیشه دنبال چیزهای عجیب و غریب و راههای ناشناختن و از روزمرگی و یکنواختی اصلا خوششون نمیاد. به خاطر همین میشه گفت که اونها عجیب غریب ترین نشان از دایره زودیاک هستن. اونا یه رهبر هستن و دوست دارن که توی گروه ها فعالیت کنن و همیشه دنبال ایده های جدیدن. آدمای مستقلی هن و هر کاری رو که شروع کنن حتما اونو به اتمام میرسونن. آکواریوس ها آدمای دانا و باهوشی هن و خیلی دوست دارن با دیگر آدم‌ها ارتباط برقرار کنن. اونا آدمای آزاد و رهایی هن و دوست دارن توی اجتماع باشن و از محدودیت و توی خونه موندن بیزارن. افرادی هن که اصلا وابسته نمیشن و احساسات بشردوستانه دارن بیشتر و حامی حقوق حیوانات، انسان‌ها و گیاهانن و طرفدار عدالت اجتماعی هن. بچه‌ها اگه به سمبل نشان آکواریوس دقت کنید، یک دلوه که داره ازش آب سرازیر میشه. این آب به معنی آگاهی و انرژی حیاته. آکواریوس ها آدمایی هستند که ممکنه چندین سال جلوتر رو ببینن و بسیار آینده نگر. اونا همونطور که گفتم علاقه زیادی به فعالیت‌های بشردوستانه دارن و بیشتر دوست دارن به اجتماع خدمت کنن و از نظر احساسات افراد سردی هن. حتی توی روابط عاطفیشون هم ممکنه به طور خیلی ناگهانی بزنن زیر همه چی و بذارن برن و تعادل احساسی زیادی ندارن. به خاطر اینکه آدمای عجیب و غریبی هن ممکنه اونها رو با ظاهر خاص و غیر متعارف هم ببینیم. مثلا مدل موشون رو یه مدل خاصی بکنن که تو بسیاری از موارد تابو شکنی به حساب میاد و اصلا ناراحت قضاوت دیگران هم نیستن. اونا به خاطر خاص بودنشون همیشه حس میکنن که تنها هستن، چون فکر میکنن کسی درکشون نمیکنه. همینطور آدمایی هستن که استرس و اضطراب رو تجربه میکنن، چون خیلی عجولن، تو کارهاشون عجله میکنن.
آکواریوس ها یا اونقدر اجتماعی میشن که همش تو کارهای گروهی و بشردوستانه مشارکت میکنن، یا آدمایی میشن که از جامعه و اجتماع و گروه ها فرارین و وقتی هم که عصبانی میشن انگار برق فشار قوی وصل کردن، مثل یه صاعقه. این عصبانیت ممکنه به دیگران هم بزنه و گریبان اونا رو هم بگیره، اما بعدش یه طوری آروم میشن که انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. اونها توی فرکانس پایین ممکنه به دلیل خدمت رسانی زیادی که به دیگران نسبت به دیگران دارن و کار بیش از حدی که انجام میدن به خودشون آسیب بزنن، یا خیلی لجباز و سرد و بی احساس بشن و یا کارهایی رو انجام بدن که از دید بقیه حماقت به حساب میاد. مشاغلی که میتونه یه آکواریوسی مناسبش باشه مشاغلی مثل تحقیق تو زمینه‌های محیط زیست و هوافضا، مهندس برق و صنایع، مدیر پروژه، فعالیت‌های مربوط به کارهای بشردوستانه، معلمی، استاد انگیزشی و حتی میتونه یه آسترولوژر خوبم باشه. بیماری‌های مربوط به آکواریوس ها ممکنه مچ پاشون زیاد پیچ بخوره یا دست یا پاشون متورم بشه و یا بیماری‌های مربوط به گردش خون رو مبتلا بشن، چرا که آکواریوس حاکم بر ساق پا و قوزک پای و همینطور سیستم گردش خون و اونا مستعد ابتلا به واریس هم هستن. از عادات غذایی آکواریوس ها میتونم بگم آکواریوس ها زیاد دوست ندارن آشپزی کنن، اما زمانی که بخوان این کار رو انجام بدن با استفاده از خلاقیت خودشون و طبق ذائقه و خواست خودشون سبک غذا رو میان تغییر میدن. اونا روحیه بشردوستانه‌ای دارن، به خاطر همین خیلی پیش میاد که وگن باشن، به جای استفاده از پروتئین های حیوانی میان از میوه و سبزیجات کم کالری و سالم استفاده میکنن. چجوری میشه یه آکواریوس رو جذب کرد و به سمت خودت بکشی؟ چجوری تو اون رو جذبش کنی؟ اولین چیزی که تو مواجهه با یه آکواریوسی باید بهش توجه کنی اینه که اونا خیلی عجیب غریب و منحصر به فرد هستن، پس خودتون رو آدم خاصی نشون بدی. اونا آدمای آزادی هن، بنابراین سعی نکنین اونا رو محدود کنین چون ازتون فاصله میگیرن. خیلی راحت ارتباط دوستانه برقرار میکنن، چرا که افرادی هستن اجتماعی. اونا اصلا حسادت نمیکنن و فکر نکنین میتونین با بودن در کنار شخص دیگه‌ای حس حسادت اون رو برانگیخته کنید. آکواریوس ها عاشق کارهای یهویی و غیر منتظرن. اونا هم دوست دارن سورپرایز بشن و هم دوست دارن سورپرایز بکنن. پس این کار رو براش انجام بدین و باعث خوشحالی و هیجانش بشین. اونها تو رابطه زیاد رمانتیک رفتار نمیکنن و هستین که طرف مقابلم خودشون نیازمند ترحم نشون بده اصلا خوششون نمیاد. آکواریوس ها به محیط زیست، طبیعت و حیوانات علاقه زیادی دارن. پس خودتون رو حامی و علاقمند به اینها نشون بدین. هیچ وقت هم یه آکواریوسی رو عصبانی نکنین، چون همونطور که تو توضیحات گفتم ممکنه سائقه عصبانیتش رو هم به خودش بزنه و هم به شما و ممکنه نصفتون کنه. نقاط قوت یک آکواریوسی میتونه داشتن روحیه بشردوستانه، کمک رسان و ملاحظه‌گر بودنش، صادق بودنش، مهارت رهبریش، مستقل و آزاد بودنش و اینکه تو کارها جدی هستش رو بهش اشاره میشه کرد و نقاط ضعف اون شامل عدم ابراز احساسات، داشتن رفتار سرد، لجباز و غیر قابل پیش بینی بودن رو بهش اشاره کنه. میرسیم به 12مین و آخرین نشان زودیاک یعنی ماهی. نشان ماهی نشانیه با عنصر آب، متغیر و دارای انرژی زنانه. سیاره حاکم بر ماهی سیاره نپتونه. حاکم قدیم ماهی و چار ژوپیتر بوده، اما ما توی تفسیر چارت
سعی میکنیم هر دو رو در نظر بگیریم، هم ژوپیتر هم نپتون رو، ولی بیشتر ما نپتون رو در نظر میگیریم. شعار ماهی اینه: من باور دارم. ماهی‌ها قدرت تخیل خیلی بالایی دارن و شهودی ترین نشان دایره زودیاک هستن و آگاهی معنوی بالایی دارن بچه‌ها. اونا خیلی دلسوز و مهربونن و احساسات قوی دارن و به خاطر این احساسات زیادشون روحیه هنری بالایی هم دارن. گفتم که سیاره حاکم بر ماهی نپتونه دیگه. نپتون باعث ایجاد توهم و خیال میشه و یه گیجی و گنگی ایجاد میکنه. به خاطر همین ماهی‌ها ممکنه خیلی زود فریب بخورن. البته خودشون هم تو فرکانس‌های پایین خیلی وقتا با گریه کردن دیگران رو فریب میدن تا نظر اطرافیان رو نسبت به خودشون مثبت کنن و توجه اونا رو جلب کنن. ماهی‌ها دوست دارن که همیشه دیگران تاییدشون کنن و همین دلیل سعی میکنن همیشه با همه کنار بیان و به کسی نه نمیگن. اونا خیلی از خودگذشته و وفادارن و به حدی که اطرافیان از این فداکاری‌های اونا سوء استفاده میکنن و باعث میشه که ماهی‌ها توی فرکانس پایین باقی بمونن و قربانی خواسته‌های دیگران بشن. ماهی‌ها توی تصویرسازی خیلی خلاقن. عنصر اونا آبه و آب خاصیتش اینه که تو هر ظرفی بریزی شکل اون ظرف رو به خودش میگیره و به خاطر همین اونا تو هر شرایطی که قرار بگیرن اطرافشون هر نوع ارتعاشی باشه اون رو جذب میکنن و شکل اون ارتعاش رو به خودشون میگیرن. بنابراین باید مراقب باشن که تو هر جا و با هر کسی ارتباط نداشته باشن که انرژی منفی محیط رو جذب خودشون نکنن. ماهی‌ها آدمایی هستن ساده و خیلی زود به همه اعتماد میکنن و راحت قربانی دیگران و شرایط زندگی میشن. اونا ترسو هم هستن و از واقعیت‌ها سعی میکنن فرار کنن. از تنها شدن میترسن و این موضوع استرسشون رو بیشتر میکنه. ماهی‌ها اصلا به شرایط پولی و شغلی کسی توجه نمیکنن و فقط براشون این مهمه که آیا درون این آدم با من سازگار هست یا نه. و از اونجایی که نپتون حاکمشونه بیشتر تو عالم خیال و وهم و احساساتن و خیلی وقتا نمیتونن واقعیت طرف مقابل رو ببینن و وارد رابطه اشتباه میشن. اونا تو هر اتفاق خودشون رو مقصر میدونن، چه اون اتفاق به اونها مربوط باشه و چه ارتباطی به اونها نداشته باشه. و این چیزیه که اونا باید یاد بگیرن، اینکه خودشون رو قربانی نکنن و خودشون رو دوست داشته باشن. شغل‌های مناسب ماهی‌ها دارای احساسات و عواطف زیادی هستند. به خاطر همین میتونن تو مشاغلی مثل هنرپیشگی، سرودن شعر، عکاسی و نقاشی، موسیقی و کلاً تو رشته‌های هنری موفق باشن. و به دلیل اینکه مهربون و همدل هستند، کارهای مربوط به پرستاری، نگهداری سالمند، نگهداری از حیوانات و کمک رسانی میتونن فعالیت کنن. ماهی‌ها امکان داره به چه بیماری‌هایی مبتلا بشن؟ ماهی بچه‌ها حاکم سیستم ایمنی بدن و کف پا هستش. پس مستعد بیماری‌هایی مثل صافی کف پا و درد توی انگشتان پا هم هستن. همینطور بیماری غدد هورمونی مثل کمکاری یا پرکاری تیروئید رو ممکن تجربه کنن. اونا خیلی حساس و احساساتی هستن و اگه کسی بهشون ظلم کنه شدیداً ناراحت میشن. بنابراین مستعد بیماری‌های روحی و روانی و افسردگی هم هستن. از لحاظ غذایی، ماهی‌ها غذای سنتی رو به هر نوع غذای دیگه‌ای ترجیح میدن. اونا با درست کردن غذا و عشق و محبت خودشون رو ابراز میکنن، چون که تمام احساس و علاقه خودشون رو تو پخت غذا دخالت میدن. خیلی دوست دارن با عشق آشپزی کنن و اون رو توی فضای رمانتیک سرو کنن. ماهی‌ها باید آب بیشتری رو مصرف کنن و از سبزیجات و غذاهای بخارپز بیشتر استفاده کنن و مصرف روغن رو کاهش بدن، چون که بدن اونها نیاز به آب زیادی داره. اونا ممکنه افرادی بشن که الکل زیاد مصرف میکنن، بنابراین باید خیلی مراقب به این موضوع باشن. برای جذب یک ماهی باید بگم که ماهی‌ها خیلی تخیلی هستن و قدرت تخیل بالایی دارن. به خاطر همین اونا از کتاب‌ها و فیلم‌های تخیلی خوششون میاد.
اونا خیلی رمانتیک و احساساتی هن. یه فضای عاشقانه با تزئینات زیبا مثل استفاده از گل و شمع میتونه اونها رو شدیداً به وجد بیاره و خیلی هیجان زدهشون کنه. ماهی‌ها دوست دارن که شما ناراحتیتون رو با اونها در میون بذارین و تمام تلاش خودشون رو میکنن که شما رو از ناراحتی در بیارن. با تعریف کردن از یه ماهی بهش اعتماد به نفس میدین و این چیزیه که ماهی‌ها بهش احتیاج دارن، بهش نیاز دارن و احساس خوب رو با این کار به اونها منتقل میکنه. سعی کنید که آدم رمانتیکی باشین، احساساتی باشین، ساده و مهربون باشین که ماهی‌ها از افراد خشک و جدی فراری هن. از اینجور آدم ها خوششون نمیاد. نقاط قوت ماهی شامل مهمون نواز بودنش، طرفدار صلح بودنش، شهود بالایی داره، خلاق، تخیلی، مهربونه و روحیه حساس و هنری داره و آدم دلسوزی هم هست. و نقاط ضعف اون میتونه حس قربانی بودن، اعتماد زیاد به اطرافیان داشتن، بلا تکلیف بودن، بدبین بودن و منفی نگر بودنش و اینکه دارای قدرت جذب بالای انرژی های محیطه، مخصوصا انرژی های منفی. خب بچه ها، تو این ویدیو در مورد خصوصیات کلی 3 نشان آخر زودیاک یعنی کپریکورن، آکواریوس و ماهی براتون صحبت کردم. تو ویدیوهای بعدی در مورد ویژگی‌های رایزینگ توی هر نشان از نظر رفتاری، شکل و مشخصات ظاهری و همینطور درس روحی اونها توی زندگی براتون صحبت خواهم کرد. ازتون میخوام در ادامه آموزش منو همراهی کنید و با لایک و سابسکرایب از کانال آموزشی آستروفیکال آکادمی حمایت کنید. ممنونم از همتون. در عشق و نور و آگاهی باشید.